داستان شهریار و شاهزمان. یکی از پادشاهان سامانی فرمانروای جزایر هندوچین بود. او دو پسر شجاع و دانشمند به نامهای شهریار و شاهزمان داشت. شهریار برادر بزرگتر عدالت و شجاعت بسیاری داشت و شاهزمان برادر کوچکتر پادشاه سمرقند بود. آنها 20 سال در محل فرمانروایی خود با شادمانی پادشاهی می کردند. بعد از گذشت مدتی شهریار دلتنگ دیدار برادر شد و به وزیرش فرمان داد که شاهزمان را به حضورش بیاورد. وزیر رفت و پیغام شهریار را به شاهزمان داد. شاهزمان همان روز لشکر و خیمه ها را بیرون از شهر فرستاد و روز بعد کشور را به وزیرش سپرد و همراه وزیر برادرش از شهر بیرون آمد. به هنگام شب یادش آمد جواهری گرانبها را که برای هدیه دادن به برادرش انتخاب کرده بود جا گذاشته. به همین خاطر با 2 نفر از نزدیکانش به شهر برگشت و وارد قصرش شد. خاتون را دید که با غلام سیاه رویی در آغوش هم خوابیدند. شاهزمان از دیدن این صحنه آنچنان عصبانی شد که ستاره روشن در برابر چشمانش سیاه به نظر می رسید. فوراً شمشیرش را کشید و هر دو را کشت و دوباره به اقامتگاه لشکریان بازگشت. هنگام صبح طبلها را به نشانه کوچ کردن به صدا درآوردند. شاهزمان در حالی که از این واقعه ناراحت بود به پایتخت برادرش رسید. شهریار از دیدن برادرش شاد شد و از هر دری با او سخن می گفت. اما شاهزمان رفتار خاتون و غلام را نمی توانست از خاطرش پاک کند. به همین دلیل مدام غمگین و ساکت بود. شهریار خیال می کرد که سکوت و ناراحتی برادرش به خاطر دوری از خویشان و وطن است. برای همین دیگر با او حرف نزد و برادر را به حال خویش گذاشت. بعد از چند روز به شاهزمان گفت: ای برادر، برای چه اینقدر لاغر شدی و گونه هایت زرد شده است؟ شاهزمان گفت: اگر از غمم حرف بزنم دل مردم را در اندوه هم شریک می کنم. شهریار گفت: بهتر است برای شکار بیرون برویم، شاید دلت شاد شود. شاهزمان گفت: اگر همه زمین پر از شادی شود من از آن ذره‌ای سهم ندارم. وقتی که شهریار این حرف را از برادرش شنید خودش برای شکار بیرون رفت. در حالی که شاهزمان دلتنگ و ناراحت به منظره‌ای در باغ نگاه می کرد. در همین حال ناگهان زن برادرش با 20 کنیز زیبا و غلام سیاه روی در حال گردش به باغ وارد شدند و در کنار حوض لباسهایشان را از تن بیرون آوردند. خاتون صدا زد: ای نیکبخت! غلامی تنومند و سیاه آمد و خاتون با او هماغوش شد. هر یک از آن غلامان نیز با کنیزی هماغوش شدند. وقتی شاهزمان این حالت و رفتار آنان را دید با خودش گفت: رنج و اندوه من در برابر اندوه برادرم اصلاً به نظر نمی رسد. پس شایسته نیست که از این به بعد ناراحت و غمگین باشم. بعد از آن به عیش و خوشی پرداخت. وقتی شهریار از شکار بازگشت در کمال تعجب دید که گونه زرد برادرش ارغوانی و سرخ و تن ضعیفش توانا شده است. با تعجب به شاهزمان گفت: از این حالی که برایت پیش آمده به من بگو. چرا قبلا گونه هایت زرد و تنت لاغر و ضعیف بود اما حالا برخلاف آن چهره‌ات سرخ و تنت تواناست؟ شاهزمان گفت: دلیل ناراحتیم را میگویم اما دلیل شادمانیم را نمیتوانم. سپس ماجرای خاتون و غلام و کشتن آن دو را برای برادرش تعریف کرد. شهریار برای بازگو کردن علت شادیش اصرار کرد و او را قسم داد که علت خوشحالیش را نیز بگوید. شاهزمان هم به ناچار ماجرای زن برادر و هرچه را در باغ دیده بود تعریف کرد. شهریار گفت: من به خاتون بسیار اعتماد دارم و تا با چشم خودم نبینم باور نمی کنم. شاهزمان گفت: 10 روز فرمان شکار بده و چنان وانمود کن که برای شکار از قصر بیرون می روی. وقتی لشکریان رفتن تو با آنها نرو. بمان تا آنچه را که من دیدم تو هم ببینی.
شهریار نیز همین کار را کرد و هر دو برادر در چشمانداز باغ پنهانی نشستند. ساعتی نگذشته بود که خاتون و کنیزان و غلامان به باغ وارد شدند و در کنار حوض نشستند. شهریار حالا دیگر آنچه را که برادرش برای او تعریف کرده بود به چشم خودش آشکارا دید. پس به شاه زمان گفت: از این به بعد پادشاهی شایسته ما نیست. پس سر به بیابان گذاشتند و چند شبانه روز راه رفتند تا اینکه کنار ساحل عمان زیر درخت در کنار چشمه آبی استراحت کردند. پس از گذشت چند لحظه موجود زشت و ترسناک و تنومندی با صندوقی آهنی از دریا بیرون آمد. شاهزاده ها از ترس بالای درخت رفتند. آن عفریت به کنار چشمه آمد و در صندوقچه را باز کرد و دختر ماهرویی از آن بیرون آمد. به او گفت: ای پری روی، تو را شب زفاف از کنار داماد دزدیده و دل به عشق تو دادم. حالا تو پاسبانی کن که وقت خواب من است. سپس سرش را کنار دختر ماهروی گذاشت و خوابید. نگاه دختر به شاهزادگانی که در بالای درخت بودند افتاد. سر آن موجود ترسناک را آهسته بر زمین گذاشت و به شاهزادگان اشاره کرد که از بالای درخت به پایین بیایند. آن دو را از آن عفریت ترساند. شاهزادگان پایین آمدند و دختر آنها را به خود دعوت کرد. شاهزاده ها از ترس آن عفریت دعوت او را قبول کردند. بعد از آن دختر بندی از جنس ابریشم بیرون آورد که 570 انگشتری در آن بود. رو به شاهزاده ها کرد و به آنها گفت: می دانید که انگشترها چیستند؟ شهریار و شاه زمان گفتند: به خدا که نه، نمی دانیم. دختر گفت: صاحبان این انگشترها در پیش این عفریت با من آنچه که شما کرده اید کردند. سپس انگشتر به من دادند. شما هم انگشتر به من بدهید و بدانید که عفریت در شب اول مرا از داماد دزدیده و در صندوق آهنین کرده. او در میان این دریای بی انتها از من نگهداری می کند و غافل از آن است که ما را به دم پیر نگه نتوان داشت، در خانه دلگیر نگه نتوان داشت. شهریار و شاه زمان، این دو شاهزاده، از شنیدن این سخنان شگفت زده شدند و گفتند: داستان این عفریت زشت و ترسناک از ماجرای ما عجیبتر و غم و غصه‌اش بیشتر است. دیدن و شنیدن این حادثه سبب شد که ما بر رنج خود صبور باشیم. پس به شهر خود برگشتند. شاه زمان ترجیح داد که مجرد و به دور از وابستگی ها و مردم زندگی کند. اما شهریار خاتون و کنیزان و غلامان را کشت و طعمه سگ‌ها کرد. پس از آن هر شب دختر دوشیزه‌ای را به عنوان همسر آورده و هنگام صبح او را می‌کشت. 3 سال به همین ترتیب گذشت. مردم دیگر خسته شده بودند. آنها دختران خود را برمی‌داشتند و از شهر می‌رفتند تا جایی که دیگر دختری در شهر نماند. روزی شهریار به وزیرش گفت: دختر شایسته‌ای برای من پیدا کن. وزیر هرچه گشت دختری پیدا نکرد. از ترس کشته شدنش به دست پادشاه ناراحت به خانه خود رفت و غمگین در گوشه‌ای نشست. وزیر 2 دختر به نامهای شهرزاد و دنیازاد داشت. شهرزاد دختر بزرگتر، دانا و از احوال شاعران و ادیبان و پادشاهان پیشین آگاه بود. وقتی غم و اندوه پدر را دید علت آن را پرسید و گفت: تا کی می‌خواهی بار غم دنیا را بر دلت بکشی؟ وزیر قصه پادشاه را برایش تعریف کرد. شهرزاد گفت: ای پدر، مرا به عقد شاه در بیاور. یا من هم کشته میشوم و یا این بلا را از دختران مردم دور میکنم. وزیر به دخترش گفت: تو را به چنین مهلکه‌ای انداختن دور از صواب و خلاف عقل درست است. میترسم آنچه که برای زن دهقان اتفاق افتاد برای تو نیز اتفاق بیفتد. شهرزاد گفت: حکایت زن دهقان چیست؟